به پسرش گفت که پسر میخوای یه زن برات بگیرم؟ گفت نه بابا من خودم انتخاب میکنم. گفت ولی اگر من انتخاب کنم دیگه میدونم حرفمو پس نمیزنی ها. گفت خب کیه؟ مثلا دختر بیل گیتس باشه چی؟ صد البته که از خدامه، از خدامه. پا شد رفت پیش بیل گیتس، گفت جناب بیل گیتس معذرت میخوام، یه خواستگار برای دخترت سراغ دارم. گفت من صدها هزار خواستگار در روز دارم که. گفت اما این فرق میکنه. گفت چه فرق میکنه؟ گفت ایشون این جوون رعنا قائم مقام مدیر کل بانک جهانیه. گفت خب این یه باشه قبوله. رفت پیش مدیر کل بانک جهانی، گفت جناب مدیر کل یه قائم مقام خوب برات سراغ دارم. گفت صدها قائم مقام داریم و نیاز نداریم. گفت نه این فرق میکنه، داماد بیل گیتسه. اگر این مغز را بیفته، اگر را بیفته، خیلی کارا میکنه، خیلی کارا.